انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله. الله متعال میگه انما، یقینا که المؤمنون انسانهای مؤمن، الذین کسان هستن که آمنوا بالله و رسوله، که اونا ایمان به الله و به رسولش دارن، به کتاب الله و احادیث رسول الله هم چنگ میزنن، حقیقتا ایمان دارن. ثم لم یرتابوا، باز در قرآن و سنت شک نمیکنن. بعضی کسا میگه که قرآن کلام الله هست، صحیح نه؟ میگه که کلام الله هست، ایمان داره لکن یقین نداره. ای که قرآن زندگی زیر جور میکنه به یقین نداره. ای که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی زیر میسازه به یقین نداره. ای که اختلافات ما را کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین میبره، جامعه بشریت اصلاح میکنه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به یقین نداره. الله متعال میگه بسیار مردم ها هستن که ادعا میکنن که ما مؤمن هستیم، اما الله متعال میگه یقینا که مؤمنای حقیقی چی صفت دارن؟ الذین کسانی هستن که آمنوا بالله، ایمان به الله دارن، به قرآن دارن، و رسوله و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و ایمان دارن. ثم لم یرتابوا، باز بعد از ایمان و یقین داشتنشان بازیا ریب و شک دی ندارن که بگه نه ولی از قانون اقتصادی اسلام کده، قانون اقتصادی روس خوب است، قانون اقتصادی امریکا خوب است، از نظام اجتماعی اسلام کده، نظام اجتماعی غرب خوب است. میگه نمیگه بسیاری کسا یا یقین ندارن به کلمه لا اله الا الله. کلیدای از یا دروازه جنت باز نمیکنه، دروازه جنت باز نمیکنه. دندانای کلیشون چی است؟ خراب است. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و اینا جهاد میکنه هم با مال خود و هم با جسم خود، با جان خود. در چی جهاد میکنه؟ فی سبیل الله، در راه الله. اولئک هم الصادقون، این مجاهدین حقیقی، این مؤمنین حقیقی که یقین دارن، اولئک هم الصادقون، اینا راستگوی هستن. این راستگوی الله معرفی میکنن.